دست بردارید از این که بخواین از تجربه بقیه استفاده کنید و خسته بشید از این که بخواین چیزی به اسم تجربه رو به خورد بقیه بدید. تنها چیزی که این وسط، تنها آیتم که این وسط راهگشاست آگاهیه. تمرین تکرار و آگاهی، تمرین تکرار و آگاهی و تمام. تجربه مامان تو به درد تو نمیخوره. تو با بابات زندگی نکردی. بابای تو بابای تو بوده. بابای تو شوهر مامانت بوده. پس این تجربه به درد تو نمیخوره. به حرف مامان باباتون گوش. نکته: نخواین بچه خوب مامان باباتون باشید. بچه و فرزند خلف خدا باشید. سعی کنید اون بخش انسانیتون رو زندگی بکنید. هیچ ایرادی نداره شما خطا بکنید. هیچ ایرادی نداره شما ببازید. هیچ ایرادی نداره آدم‌ها شما رو ترک بکنن، از سادگیتون سوء استفاده بکنن. ایراد اینه شما توی غلط‌ها، خطاها و احساس‌های بد خودتون گیر کنید. بعد بپذیرید وقتی که زندگی می‌کنید بخشی از زندگی تلخی است، بخشی از زندگی ناخوبی است.